سلام رفقا، حالتون چطور؟ امیدوارم حال دلتون خوب باشه. خیلی مخلصیم. ارادت آقا، من کاوالیر هستم. بعد مدت کامبک زدم توی گالا و با یه گیم پلی از سطح نوبیت یاران میخوام سورپرایزتون کنم. آقا اینجا ما صدا پا گرفتیم، گفتیم انمی کجاست، بیا بزنیمت، که توی این کلیسا نبود. اومدیم گشت و گذار کردیم تو این چمن‌ها یام یام کنیم، دیدیم جلومون اسکواده. آقا ما همینجوری رفتیم تو دل یه اسکواد، اینجا یه نینجا زدیم، انمیه رو دیدم پایین، گفتم سلام باباش زارت. این اولیش. دومی اومد بالا زارت، اینم دومیش. یه میدونستم سومیه الان از پایین میخواد منو سورپرایز کنه، ولی رفتم سورپرایزش کردم، یام یامش کردم. اومدیم این طرف، دیدیم صدا پاد داریم، رفتیم دنبالش. پشت دیوار بود، پشت این خسارات. یه نینجا شات زیبا، ببخشید گفتم نینجا شات، حواسم نبود. نزن. اینجا منو زدن. حالا ادامه ی ویدیو من فقط سکوت. ببینید یاران چقدر نوب هستن، چقدر دلقک هستن. اصلا از دلقک بودن خودتی، اصلا مستریه. دلقک از روی یارای من بود. اسکواد رندوم. آخه اینجا نینجا میخواد چیز بره بالا، بیاد بالا، که متاسفانه الان یا خوشبختانه فرار کرد، ولی اینجا میخوره. اینجا زارت میزنن پشت سرشن. آخه یکی نیست به این تمپلار عزیز من بگه داداش من، عزیز من، 10 ثانیه صبر میکردیم و ریوایو میشدیم. آخه بیشرف. حالا یارمونم زدن. حالا ببین این چی کار میکنه. ببین این برای 10 ثانیه باسنش اصلا نتونست یه جا وایسه. اینجا هم که ریخ رحمت و سر کشید و زارت رفتیم لابی. آقا خیلی ممنون میشم که منو فالو کنید. مخلصیم.